سرزمینی در شرق دور امپراتوری مهربان و قدرتمند داشت. مردم این سرزمین همگی شاد و خوشحال بودند، ولی تنها یک نگرانی داشتند، اینکه امپراتور هیچ فرزندی برای جانشینی نداشت. همه درباریان نگران بودند که چه کسی بعد از او به تخت خواهد نشست. روزی امپراتور تصمیمی گرفت. او تمام کودکان سرزمینش را فرا خواند و به هر یک بذری داد و به آنها گفت: بهترین گیاه را پرورش دهید و 1 سال دیگر به قصر بازگردید. صاحب بهترین گیاه جانشین من خواهد شد. لیو که پسری فقیر بود، در میان کودکان در قصر حاضر شد و بذرش را تحویل گرفت. او پس از بازگشت به خانه بذر را در گلدانی کاشت و هر روز از آن مراقبت می‌کرد. حتی شبها در کنار خودش نگه می‌داشت تا گیاهی عالی پرورش دهد. اما با گذشت روزهای زیاد هیچ گیاهی از گلدان رشد نکرد. روزها یکی پس از دیگری گذشتند و امیدش کمرنگ شد. پس از گذشت 1 سال بالاخره روز موعود فرا رسید. شب قبل لیو از نگرانی خوابش نمی‌برد، ولی مادرش به او دلداری می‌داد که باید با همین گلدان خالی در قصر حاضر شود و از حقیقت فرار نکند. آن روز صبح هزاران کودک با گلدان‌های پر از گیاهان چشم نواز در حیاط قصر حاضر شدند. اما لیو در میان این کودکان با یک گلدان خالی مضطرب و نگران بود. امپراتور با دقت به همه گلدان‌هایی که در دست کودکان بودند نگاه می‌کرد که چشمش به گلدان خالی لیو افتاد. او لیو را صدا کرد و به جلو فرا خواند. لیو از ترس می‌لرزید و با صدای لرزان در حالی که جلوی امپراتور حاضر شده بود می‌گفت: ولی من همه تلاش خودم رو کردم. سکوتی وحشتناک همه جا رو فرا گرفت، ولی پس از لحظه امپراتور لبخندی زد و به مهربانی به لیو گفت: تمام بذرها از قبل جوشانده شده بودند و نباید رشد می‌کردند و تنها تو هستی که حقیقت را گفتی. تو شایسته تاج و تختی. سپس فریاد شادی در شهر پیچید. امپراتور دست کودک را بالا برد و اعلام کرد: سرزمین ما وارثی راستگو و شجاع یافته است. با پیدا شدن جانشین برحق امپراتور تا ماه‌ها در شهر جشن و پایکوبی برپا بود. پرنسس لیو با این کار خود به مردم این درس را آموخت که حقیقت شجاعت می‌خواهد، اما همیشه پیروز است.